سیوم ایون تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در آغاز مجلس از خدمت‌های شایان تحسین علیشیر میرزانباد رئیس مرحوم ولایت مختار کوهستان بدخشان که جسدش صبح 3 ایون از دریای پنج دریافت شد یادآور شده با پاس خاطر این فرزند صادق وطن دقیقه خاموشی اعلان نمودند. در ادامه مجلس نخست درباره برنامه دولتی رشد اینواسیونی ساحه پختکاری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 گزارش وزیر کشاورزی قربان حکیمزاده شنیده شد. تأکید گردید که برنامه با در نظر داشت نقشه پختکاری در تأمین اهالی با جای کار، استحصال اشیاء خام برای رشد صنعت سبک خوراکواری، افزایش حجم صادرات محصولات و جاری نمودن مکانیزم تأمین رشد استوار ساحه پختکاری تهیه کرده شده است. گفته شد که پختکاری یکی از بخش‌های مهم کمپلکس اگروصنعتی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته در تأمین شغل اهالی دهات، رشد اقتصاد ملی و بلندبرداشتن اقتدار صادراتی کشور نقش مهم دارد. اینچنین ذکر شد که برنامه به حل مشکلات موجوده و فراهم آوردن زمینه مساعد برای رشد منبع پختکاری، براه ماندن پرورش نوهای پخته وطنی و خارجی و بلندبرداشتن اقتدار کادری ساحه روانه گردیده است. سپس برنامه رشد ساحه‌های کرمک پروری و کارکرد پیله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 محاکمه گردید. تأکید شد که مقصد اساسی برنامه زیاد نمودن استحصال پیله، تأمین شغل اهالی، رشد صادرات، جلب سرمایه و معاصرکنانی تکنولوژی‌های کارکرد پیله به شمار می‌رود. همچنین ذکر گردید که لایحه با 5 سمت اساسی تشکیل و رشد باغ‌های توت، واردات تخم کرمک، پرورش کرمک، استحصال پیله و محصولات تیار پیش بینی شده است. درباره برنامه رشد کتابخانه‌های دهات در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-2031 گزارش شخصان مسئول ساحه شنیده شده. تأکید گردید که مقصد مساعدت نمودن بر رشد کتابخانه‌های دهات، تشکل نظام تکمیل اختصاص، بازآموزی و تیار نمودن متخصصان، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی و به طلبات معاصر مطابق کردن فعالیت آنها میباشد. همچنین گفته شد که هدف برنامه از تأمین کتابخانه‌های دهات با تجهیزات کامپیوتری، پیوست شوی آنها بر شبکه اینترنت، تشکیل مخزن‌های الکترونیک کتاب‌ها و بلندبرداشتن سوادناکی کارمندان کتابخانه‌ها و جلب بیشتر اهالی خصوصاً نورسان و جوانان به کتابخانه عبارت میباشد. رهبر دولت محترم امام علی رحمان به وزارت و اداره‌های مربوطه برای تطبیق برنامه‌ها سپارش‌ها دادند. در کار مجلس همچنین مسئله‌ها درباره نقشه کار حکومت جمهوری تاجیکستان در نیم ساله دوم سال 2026، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره آمار رسمی، لایحه سازشنامه سرمایه‌گذاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیت محدود کریستال گرین گلاس اوید به ساختمان و به استفاده دادن کارخانه‌های استحصال غنی‌گردانی کوارتز، شیشه‌های پنلی و ظرف‌های شیشگی، قاعده‌های واردشوی انرژی از منبع‌های برقرار شونده انرژی استحصال شده به سیستم انرژتیکی و فروش آن به استفاده برندگان و دستگیری فاند رشد سیاحی جمهوری تاجیکستان بررسی گردید. در فرآورد کار مجلس حکومت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان دستور دادند که در زمینه تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سالهای 2027-2036 با تهیه برنامه‌های فراگیر ترغیب و تشویق فرهنگ صلح در داخل و خارج کشور وسیع براه مانده شود. همچنین برای وسعت کشت تکراری در زمین‌های آبی، ذخیره تخمی، استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان
با تیزاندن کارهای آبادانی به مسئولین دستور و توصیه ها دادند.